درود شنونده های گرامی، سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 27. شیرینشاه شاه تیمور با وجود سرکاری میخواست به گوشه و کنار تاجیکستان سفر کند و با زندگی مردم عادی از نزدیک شناس شود. وی برای اجرای این نیت خیر وقت پیدا می کرد. سال 1936 به ولایت غرم سفر کرد. ابتدای سفر از ناحیه جرگتال آغاز شد. به جرگتال با ایروپلان رفت. روز دیگر سفرش را سوار اسب جانب هایید ادامه داد. فصل تیر ماه در نواحی کوهستان حکومت داشت. طبیعت رنگ عوض می کرد. مرد دهقان پیغام داشتن حاصل زحمت خویش سرگردان بود. دسته سواران از پیراهای پرپیچ و تابی که در بدن کوه‌ها از دور خطی با قلم کشیده را می‌ماند روان بودند. دریای سرخاب در پایین هنگامه داشت. او سوار اسبی بادپا همراه چند تن می رفت و سرگرمی تماشای زیبایی های طبیعت پی اندیشه های خود آواره بود. رئیس کمیته اجرایی ناحیه حامید منور شاگدایف در دفتر کاری مشغول کار بود که نماینده کمیته حزبی ناحیه از در آمده صدا بلند کرد: رفیق شاگدایف، رئیس کمیته اجرایی مرکزی رفیق شاه تیمور از ناحیه جرگتال طرف ما آمده ایستاده است. گفت سراسیمه شاگدایف: هیچ گپ نه آمدن گیرد. و پیشواز او از جای برخاسته پاسخ داد شاگدایف: آمدن رئیس کمیته اجرایی مرکزی به منفیت ماست. کمبودی و مشکلی های ما را دیده برای حل آنها یاری می رساند. مسئله پیشواز گرفتنش را می گویم. در سطح بلند او را پذیرایی کرده نمان در کار کنیم که دیر وی گرم شود. راهبران بلند مقام دوست می دارند که آنها را با تنتنه پیشواز گیرند. بهایی که آمد پیشواز می گیریم در کدام سطحی که شما ضرور دانید. تا رسیدن آمدن مهمانان انچه وقت است. حالا من سر قدم به نزد دهقان ها رفتنیم. رفت جمع آوری حاصل را با چشم خود دیدن می خواهم. شاگدایف شیرینشاه شاه تیمور را هنوز از دوران در تاشکند بودنش می شناخت. آن سالها منور در زواد پخته تاشکند کار می کرد و یکی از جوانان فعال بود که برای بنیاد ساخت نوی دولتداری قطار 10 فرزندان مبارز تاجیک زحمت می کشید. در واخوری شیرینشاه با تاجیکان مردکار شرکت می ورزید و از صحبت‌های سیاستمدار ورزیده همدیار خیش برخوردار گشته افتخار نیز می کرد. بعدی به صف حزب کمونیست پیوستنش بارها با او هم صحبت شده بود و او را خوب می دانست. او خود را شاگرد و پرورده مکتب شیرینشاه شاه تیمور می دانست. زمان سروریش به اینسپکسیون کارگر و دهقان در ناحیه هایید از تجربه شیرینشاه شاه تیمور بسیار چیزها را آموخت و استفاده برد. و اینک 1 سال زیادتر است که تحت راهبری وی برای در حیات تطبیق نمودن برنامه‌های حزب کمونیستی کار می‌کند. خوب می‌دانست که رفیق شاه تیمور معرکه‌های پردبدبه ساخته و نظر فریب را دوست نمی‌دارد. منور شاگدایف در دهه حصارک تومن هایید به دنیا آمده بود. او در رحم مادر بود که شاگدای مردکار به بیماری گرفتار شد و روی فرزندش را ندیده دنیای پرشور را پدرود. گفت خاله حنیفه همراه شهوری جوان مرگش همه آرزو و آرمانهای شیرینش را به خاک سپرد. به طفلی در شکم داشتهش نفرت پیدا کرد. پای و قدمش را نامبارک خواند. اما چون طفل به دنیا آمد نگاه مادر به زندگی دیگر شد. یک زوم
درد و غم و تنهایی خود را فراموش کرد. در انگاره دید که طفل نوزاد با گریه در دارالود به چهره بیغش و زیبایش به کلبه احزان وی نور و ضیا آورد. با مصلحت خویش و اقربا به طفل منور نام گذاشت. باورش آمد که پای و قدم طفل مبارک است و به خانه خالی وی برکت و نصرت می آورد و در پیری دستش را می گیرد و نمی گذارد که به سنگ سر راه پیش پا خورد. منور قطار بچه های دیه کلان می شد، لیکن مشکلات زندگی را بیشتر حس می کرد. و جز مادری تنها کسی نبود که برای او غمخوار و مونس باشد. هنوز 14 سال داشت که با مقصد دریافت برده نان و تیکه کرباس برای کرته مادر قطار جوانان کلانسال راهی ملک بیگانه را پیش گرفت. ابتدا به اندیجان و نمنگان و فرغانه رفت. ماه خدمتگاری در خانه ثروتمندی بود و ماه دیگر کارمندی زواد پخته. بعد 2 سال قسمت او را به شهر تاشکند برد. در تاشکند تاجیکان مردکار کم نبودند. همشهری ها بچه نورس را دیدند و دلشان سوخت. یاریش می دادند. مردان کلانسال که زهر غربت کامشان را تلخ کرده بود به یاد فرزندان و نبیرگان خویش با وی پدروار مناسبت می کردند. قطار آنها زحمت می کشید و یافته و تافتهش را با دست حائطی هایی که بعد چندین سال غریبی و مزدوری به وطن برمی گشتند به مادر می فرستاد. او شاهدی آمدن بلشویکان بود. تاشکندی چندین سال باز به هیئت رسمی داخل شده بود. مثل دیگر شهرهای روس با کم و بیش خونریزی به هیئت حکومت نو وارد شد. سال انقلاب اکتبر 19 ساله بود. منور جوان که در این عمر کوتاه عذاب و ستم زیاد را از سر گذرانیده بود به صف جوانان مبارز پیوست. سال 1925 او را به صف حزب پذیرفتند و بعد 2 سال قطاری چند تن از کارگران زواد پخته تاشکند برای تحصیل به رپفک فرستاده شد. آخرهای سال 1929 تحصیل در رپفک به انجام رسید و می بایست منور به زواد پخته برمیگشت. همان روزها آوازه بیماری مادرش را از زبانهای همدیه های نو آمده شنید و صبر و قرار را گم کرد. اجازت پرسید و برای دیدار بینی مادر عازم قراتگین شد. سال 1930 به تومن حایط آمد. با دیدن او خاله حنیفه خود را بهتر حس کرد. چند روز همراه مادر در دهه ایستاد. خاله حنیفه زاری کرد که دیگر به شهرهای دور نرو بچم. همراه منی سرسخت همین جا بیمان. یک بردنان را پیدا کردن اکنون دشوار نیست. به همان قناعت میکنیم و دیگر هیچ کجا نرو. خویش و اقربا که از دیدار وی خرسند بودند و سخنهای مادرش را میشنیدند کمپیر را طرفگیری میکردند. گفتند که دیگر هوس غربت نکند. شهر به شهر گشتنت کفایه کنون. همین جا بیمان و مادر پیرت را نگاه و بین نما. نماینده حکومت نو نیست. از وی خواهش کردند که دانش و تجربه آموخته‌اش را در تربیت جوانان محلی صرف کند. ما با اداره های بالایی مصلحت میکنیم و تو گپ نمی رسد. بعد اندیشه های زیاد راضی شد به حکومت محلی او را مدیر مکتب دهه حصارک تعیین نمود. ما با اداره های بالایی مصلحت میکنیم و تو گپ نمی رسد. بعد اندیشه های زیاد راضی شد و حکومت محلی او را مدیر مکتب دهه حصارک تعیین نمود. مکتب دهه حصارک یکی از کلانترین ناحیه بود که سالهای برقرار کنی حکومت شوروی در حایط تشکیل گردیده بود. مکتبی که نخستین معلمه های حایط آنجا به بچه ها
سبق می گفتند. بعد فاجعه سال 1929 اکثر آموزگارانی از دیگر جایها آمده کار را پرتافته رفتند. نارسایی آموزگاران باعثی فارغباری بچه ها شده بود. به مکتب جل نمودن بچه ها مشکلی های زیاد پیش می آورد. برای تعلیم و تربیه بچه ها معلم نمی رسید. منور با جهد و تلاش زیاد 1 سال در این وظیفه کار کرد. با یاری مدیر معارف از غرم چند نفر آموزگاران را دعوت کرد. با پدر و مادر خوانندگان واخوری ها تشکیل کرد و اطراف مهم بودن تعلیم در دوران نو صحبت کرد. بعد تلاش های زیاد کاری مکتب را به نظام آورد. سال 1931 او را به استالیناباد دعوت نمودند. وقتی آن رسیده است که وظیفه پرمسئولیت را به دوش گیری، مصلحت دادند کلانها: تو زاده هایت هستی و عرف و عادت مردم را خوب میدانی. باور داریم برای وطن و خلق خود صافدلانه خدمت میکنی. نمیدانم، اندیشمندانه گفت منور. از عهده کار میبرآمده باشم. در دل آرزوی تحصیل در مسکو را میپرورم. میخواهم درباره ساخت نوی دولتداری معلومات بیشتری داشته باشم. در این باب دانشی مکمل نداشته چگونه برای پیشرفتش زحمت میکشی؟ حاضر برای عملی نمودن آرزوهای در دل بودت فرصت نیست. ما به جوانان صاحب استعداد نیازمندیم. بعدتر تو را به خواندن میفرستیم. وقت را بیهوده صرف نکن. از پی اجرایی وظیفه شو. و تو تمام مقامات دولتی یاری میدهند. رفیق شاگدایف، مقصد همه ما یک است: تشکیل حیات نوی سوسیالیستی در هایت. و او با وظیفه نماینده کمیسیون مرکزی نظارتی حزب کمونیست بلشویکی تاجیکستان و کمیساریات خلقی انسپکسیون کارگر و دهقان در ناحیه هایت تعیین شد. این تشکیلات باید در سراسر جمهوری به مقابل آنهایی که از وظیفه دولتی به منفعت شخصی سوء استعمال می‌کردند با کبر و هوابلندی به کار افتاده ها مناسبت می‌نمودند، قانون‌های عمل کننده شوروی را اطاعت نکرده به قانون ویران کنی دست می‌زدند، مبارزه می‌برد. در این وظیفه وی خود را همچون شخصی با استعداد و پاک وجدان و ایجادکار نشان داد. سال 1933 منور شاگدایف برای تحصیل کورس 6 ماهه به تاشکند فرستاده شد. به تاشکند رسید و راست به زواد پخته رفت. آنجا کار تماما دیگر بود. کارگران با طبع بالیده کار میکردند. اکنون برای آنها ساعت کاری مقرر گردیده بود که بعد انجام آن می توانست در خوابگاه آسوده استراحت نماید. روزهای استراحت تعیین شدند. ماهانه خوب هم می گرفتند. از دستاوردان سابق همکاران شاد شد. او شب را همراه دوستان خویش روز کرد تا کفیدن چشم روز میجره به هم نزده صحبت کردند. گاه از گذشته می گفتند و گاه از آینده ملت تاجیک. همراه دوستان ناشتا کرد و بعد خیر خوش جانبی تحصیلگاه راه پیش گرفت. بعد انجام تحصیل به زادگاهش برگشت، لیکن در وظیفه دیگر او را علاقه به وظیفه رئیس کمیته اجرایی ناحیه هایت تعیین کردند. مهمان را در برآمدگاه دهه سیران رئیس کمیته اجرایی ناحیه منور شاگدایف و باز چند نفر دیگر پیشواز گرفتند. بعد واخوری و صحبت کوتاه سر راهی میزبانان و مهمانان سفر را جانب دهه هایت ادامه دادند. تا مرکز ناحیه هایت خیلی راه بود. هایت در حقیقت تومنی وسیع و زمیندار است. سرگای دهه هایت به طرف درها اشاره کرده گفت شیرین شاه تیمور می تواند ساکنانش را با محصولات غذایی تأمین کند. این حال امکانیت دارد، اما بعد 10 ساله نمی تواند. پاسخ داد شاگدایف. سال تا سال شماره اهالی رو به افزایش است.
حتی دوران امیری به خاطر دریافت برده نان صدها تن از مردان هایتی به مردیکاری می رفتند. به مردیکاری رفتن مردم کوهستان از فایده خالی نبود. جهان بینیشان وسیع می شد، دنیای کشاد را می دیدند. در برابر این برای خویش و تبار و نزدیکان سر و لباس و دیگر چیزهای لازمی را می آوردند. نتیجه همین مسافرت بود که امروز در صف ما ده ها جوانان هایتی را دیدن ممکن است که صادقانه برای برقرار کنی ساخت نوی دولتداری خدمت میکنند. آره، گپتان درست است. من هم از چنین رنگ گرفتن کار خرسند هستم. چنین جوانان در هایت کم نیستند. آنها امروز در وظیفه‌های گوناگون به مردم دیار خدمت می‌کنند. جوانان صاحب استعداد و صادقند، ولی افسوس اکثری آنها سواد ندارند. این مسئله ما را به تشویش آورده است. میگویند زمان هایت مرکز دولتداری قراتگینیان بوده است. بله، در هایت دانشمند زندگی می‌کند و از تاریخ گذشته این دیار خوب آگاه است. شریف خوجه کوهستانی بعد انقلاب اکتبر به کسب آموزگاری مشغول است و در برابر این به نوشتن تاریخ قراتگین دست زده است. شعر هم می نویسد. در یک دو بیتی خویش گفته است: زمان هایتی من شهر بودی، ز آدم پور بسانی بحر بودی. و گفتی آن مورخان پیشین، مکانی حاکمانی دهر بودی. کار خیره می کند. وظیفه دانشمندان همین است. باید به مردم جمهوری درباره گذشته نیاگانشان بیشتر معلومات صحیح پیدا کنند. فرزند دوران ما باید از گذشته و امروزه وطن خود آگاه باشند. اگر ما گذشته را خوب ندانیم، آینده را ساخته نمی توانیم. درباره جوانان هم ما فکر کرده ایم. آنها را به نوبت برای تحصیل می فرستیم. بگذار در رشته‌های گوناگون تحصیل کنند، اما با قول گذشته ها یک باره 5 انگشت را به دهان برده نمی توانیم. طبع شیرین شاه بالیده بود. وی از دستاوردها و صحبت آشکارا با ساکنان هایت قناعتمند گردید. تمام مردم کمبغل و میان حالی هایتی از حکومت نو جانبداری می کردند. سر میز خوراک صحبت آنها تفسید. شما برای ترقی ساحه چارواداری و کشاورزی تلاش کنید. بار دیگر تأکید کرد شاه تیمور. مساحت زمین‌های چراگاه در این گوشه زیبای تاجیکستان زیاد است. اگر این ساحه ها رشد یابند، بردی مردم می شود. زندگی خوب را برایشان تأمین می کنیم. البته در این سمت کار را باز خوبتر به راه می مانیم و مصلحت های شما را استفاده خواهیم برد. بعد در موضوع خاطره های تاشکند صحبت گرم شد. منور درباره دوستان تاشکندیش با محبت حرف زد. دلت میخواست که در شهرهای کلان میماندی ها؟ خندیده گفت شیرین شاه. حکومت و شخصا من به تو باور داریم. به اندیشه ما اینجا بودنت برای حکومت و خلق ضرور است دوستی عزیز. باری آخری به تاشکند رفتنم نیتی آمدن نداشتم، اما از تلین آباد امر به بازگشت کردن. نمیدانم کدام از راهبران برای در تاشکند ماندنم راضی نشده است. شیرین شاه خندید و چیزی نگفت. شاگردای میدانست که به بازگشت وی شیرین شاه تیمور سبب شده بود. کارمندان دولتی خواهش کردند که او را به اختیار حکومت تاشکند دهند، ولی شیرین شاه قاطعانه طلب کرد که عین زمان وی باید در زادگاهش باشد. شاگردایف برای حکومت تاجیکستان لازم است. با قطعیت گفت به تاشکندی ها: ما همراه باید برای جمهوری و مردم آن کارهای زیاد را به انجام رسانیم. سکونت را خلالدار کرد شیرین شاه. به همین خاطر میانت را مستحکم بند و پای کار شو.
به جهانیان اثبات کردنمان لازم که بلشویکان از عهده تأسیس یک حکومت توانا که برای زندگی شایسته تمام مردم جوابگو می باشد می برایند. بعد خوراک نصف روزه در باب ادامه سفر سخن آغاز نمود. رفیق شاگردایف، مردم زیاد در مرکز ولایت منتظر ما. از جا برخاسته گفت شاه تیمور: فوری براه برآمدنمان لازم. نیت دارم که باقی مانده های راه را به واسطه راهی دریایی دوام دهیم. کنی بینیم کشتیران های شما از عهده کار می برایند یا نه؟ شاگردایف طرف سردار گپو لاپین معنی دارانه نگریست. کوشش کردم، گپم نگذشت که به هم کشیده با آواز پست گفت لاپین: رئیس میگوید که من هم فرزند کوهستانم و بارها از جر و تپه و دریاها در فصلهای گوناگون سال گذشتم. ما هم همراه شما می رویم. به معنی سخنان لاپین صرفم نرفته گفت کاتب کمیته حزب شریف زاده: لیکن دریا تا غرم جایهای خوفناک بسیاری دارد، نمیدانم. شاه تیمور به حرف او گوش نداد و از در بیرون شد. شنونده های گرامی، شما رامانی کیفری دلوری میرزا رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری شنیدید. محرر عابدجان سعیدزاده، کارگردان انوشا خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 27م